معمولا تو ذهن زبان آموزا اینطوریه که جملات شرطی یه غول بیشاخودمه. توی این ویدیو میخوایم این غول بیشاخودم رو بشناسیم و به این نتیجه برسیم که اونقدر هم که فکر میکردیم ترسناک و سخت نبوده. با هم همراه باشید. بچه‌ها قبل شروع تدریسمون اینو بگم که اسم‌ها رو زیاد جدی نگیرید. جملات شرطی، نه اصلا اینطوری نیست. جملات شرطی یعنی اگه یه چیزی بشه یه اتفاقی میفته، یه شرطی این وسط هست. نذارید این اسم‌ها خستتون کنه، سردرگمتون کنه. کاربردش رو یاد بگیرید. پله پله با هم پیش بیاین، یاد میگیرین. تازه بعد هر ساختار تمرین هم آوردیم که کامل مطلب براتون جا بیفته. راستی بچه‌ها اینو بگم، پیش نیاز دیدن این ویدیو اینه که شما تا حدی زمانهای زبان انگلیسی رو هم بلد باشین. اگه حس می‌کنین باید زمانها رو مرور کنین، ما یه ویدیوی کامل از زمانها تو همین کانال گذاشتیم. میتونین برین ببینین. خب حالا بریم سراغ جملات شرطی. جملات شرطی نوع صفر. بچه‌ها دوباره تاکید میکنم درگیر اسم‌ها نشید. ابداً. به کاربردش و به مثال‌ها دقت کنید. جمله شرطی نوع صفر برای بیان حقایق و قوانین علمی، عادت‌ها و موارد همیشگی استفاده میشه. خیلی راحته. هر دو بخش جمله به زمان حال ساده است. If you heat ice, it melts. اگه به یخ گرما بدی ذوب میشه. بچه این هم ساختارشه. if زمان حال ساده، کاما و زمان حال ساده. بچه این کاما اینجا چی کاره است؟ ببین این همون مکسیه که ما توی جمله میکنیم. If you heat ice, max که میشه همون کاما، it melts ذوب میشه. پس این کاماه خیلی مهمه و باید اینجا باشه. If I feel tired, I take a nap. اگه احساس خستگی کنم چرت میزنم. یعنی از روی عادت داره این کار انجام میده. بچه توی جمله شرطی نوع صفر گاهی وقتا به جای if از when میتونیم استفاده کنیم. مثلا if the sun sets, it gets dark. اگه خورشید غروب کنه تاریک میشه. میتونیم به جاش بگیم when the sun sets, it gets dark. وقتی خورشید غروب میکنه هوا تاریک میشه. بچه تو همین شرطی نوع صفر یه مدل داریم که تهش دستور میده. If the phone rings, اگه تلفن زنگ خورد answer it. جواب بده. تهش دستوریه. بچه اول سوال رو میبینین، لطفاً ویدیو رو استوب بزنید و جواب بدین خودتون، بعد پشت سرش جواب ها میاد براتون. اگه بلد بودین برین قسمت بعدی. حالا بریم سراغ تمرینش. بخش به بخش بهتون تمرین میدیم که خوب جا بیفته. شرطی نوع یک بیشتر اتفاقها رو پیش بینی میکنه. یعنی یه موقعیت واقعی میشه در زمان حال. If it rains, I will stay home. If حال ساده، کاما آینده ساده که میشه همون will به علاوه فعل ساده. اگه بارون بباره خونه میمونم، در خانه خواهم ماند. If she calls, I will answer. اگه زنگ بزنه من جواب خواهم داد، جواب میدم. بچه گاهی به جای will از could، might و would هم میتونیم استفاده کنیم. اگه احتمال ضعیفتر باشه از might استفاده میکنیم. مثلا if she studies hard, اگه سخت تلاش کنه کاما she might pass the exam. ممکنه امتحان رو پاس کنه، قبول بشه. اگه صحبت توانایی باشه میتونیم از could هم استفاده کنیم. مثلا if you call him now, he could help you. اگه الان بهش زنگ بزنی میتونست بهت کمک کنه. صحبت توانایی اینجا. و یکی از کاربردهای would برای بیان نتیجه قطعیه. مثلا if you ask him, he would help you. اگه ازش بخوای
کمکت میکنه، کمکت خواهد کرد. بچه اینا جاش عوض هم میشه. مثلا He would help you if you ask him. کمکت میکنه اگه ازش بخوای. ولی اینجا کاما حذف میشه. اگه if اول بیاد وسط کاما میخواد. اگه if وسط بیاد کاما حذف میشه. شرطی نوع 2. این شرطی برای شرایط غیر واقعیه و یا شرایط خیالی. برای بیان آرزوها و رویاها استفاده میشه. این شرطی میگه اگه فلان چیز میشد به همان چیز میشد. ولی خب زهی خیال باطل، یعنی اون اتفاق نمیفته. مستقیم میریم سر مثالش و بعدش ساختارشو میگم. If I found $100 اگه $100 پیدا میکردم کاما I would go straight to the mall. مستقیم میرفتم مرکز خرید. ساختارش هم اینطوریه بچه ها. if به علاوه گذشته ساده کاما به علاوه would و شکل ساده فعل. if I were a bird اگه یه پرنده بودم که نیستم I would fly to the school. تا مدرسه پرواز میکردم. پرنده نیستم و تا مدرسه پرواز نمی کنم. به این میگن یه شرایط غیر واقعی. حالا یه سوال، مگه شما نگفتی قسمت اولش گذشته ساده است؟ پس چرا با I were اومد؟ بچه این یه استثناء تو همین شرطی. با همه این فاعلا were میاد، was نمیاد. I were، if I were، if you were، if he were، if she were. اینم یه نکته خفن. حالا بریم سراغ تمرین های شرطی نوع 2. و بالاخره شرطی نوع 3. اگه فلان چیز در گذشته اتفاق می افتاد یه نتیجه ای داشت که اونم در گذشته بود ولی بازم زهی خیال باطل. بچه یه مثال دم دستی میزنم. متوسط ما ایرونیا یه دایی داریم که ارث مادرمون رو بالا کشید و یه آبم روش. البته خدا رو شکر ما نداشتیم. مثال اینه اگه داییم ارث مادرم رو بالا نمیکشید ورشکسته نمیشدم. ولی خب دایی ارث مادرش رو بالا کشید ورشکسته هم شد. به این میگن شرطی نوع 3. از بحث دایی و عمو بیایم بیرون، بریم سراغ جملات انگلیسی. If I had left earlier اگه زودتر میزدم بیرون I would have arrived on time. سر وقت میرسیدم. زودتر از خونه نزدم بیرون، سر وقتم نرسیدم. حالا ساختارش if به علاوه ماضی بعید کاما would have به علاوه شکل سوم فعل. If I had studied harder I would have passed the exam. اگه بیشتر مطالعه میکردم امتحانه رو پاس میشدم. بیشتر مطالعه نکردم امتحانم پاس نشدم. این میشه یه موقعیت غیر واقعی در گذشته و نتیجه‌ای هم که در گذشته باید به دست میومد و نیومد. خب بچه حالا بریم سراغ تمرین های شرطی نوع 3. بفرمایید. خب اینم از 4 ساختاری که قول داده بودم. بچه شرطی ها همین 4 تاست ولی ما شرطی های ترکیبی هم داریم. شما الان ساختمون شرطی ها رو یاد گرفتید و میمونه شرطی های ترکیبی. حقیقتا فکر کردم اگه اونها رو هم میگنجوندم ویدیو خیلی زیاد میشد و شما اذیت میشدید و ممکن بود شما سردرگم بشید.
دوست داشتم اول اینها رو توضیح بدم، شما تمرین کنید، براتون جا بیفته و بعد بریم سراغ شرطی‌های ترکیبی. و تصمیم گرفتم توی ویدیوی جداگانه اونا رو تدریس کنم و زود هم آماده میکنم. مرسی با هم همراه بودین. فعلا.